لوړو زده کړو په استازیتوب سید محمد مل ته په درنښت بلنه ورکوم چې راشي او خپلې هر اړخیزې خبرې زموږ سره شریکې کړي. سید محمد مل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام و کسب اجازه از جناب استاد بزرگوار ما معاون ازبق پهنتون کابل، رئیس پنزه اقتصاد، جناب یادگاری سے مهمانان عزیز، دوستانی که تشریف آوردند، نخست از صمیم قلب برای تمام فرزندان معنوی ما که امروز دیپلم فراغت خود را از پهنزه اقتصاد پهنتون کابل از دپارتمنت های مختلف به دست میارند، اول به خودشان، باز به فامیل های نجیب و اهل مجلسی که در اینجا حضور داره از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم. مبارک باشه. یک مسئولیت شما فرزندان معنوی به پایان رسید و مسئولیت دیگر بزرگ در برابر شما قرار گرفت. برای شما مبارک باد و برای شما از درگاه ذات اقدس الهی استدعا میکنم که در این وظیفه خطیر و بزرگ که برای اعمار وطن و خدمت به مردمتان از شما موفقانه به در بیایید. ما از تمام دوستان صمیمانه خواهشمند هستم که یک چند حرفی را که من میگم به حرفای ما گوش فرا بدن. بسیار صمیمانه از صحبت‌های دوگانه یک چند لحظه با هم گزاره کنیم، همین حرفای یکی دیگه خدا بشنویم. یادگاری صاحب استاد بزرگوار خواهش کرد وقتی که استاد در صنف، ما استاد هستیم، وقتی که استاد در صنف میره محصلش که روحاً و جسماً در صنف نباشه و فضای صنف برای آموزش و فراگیری علم و دانش آماده نباشه، آموزش خوب صورت نمیگیره. مسئولین عزیز ما در اینجا حضور داره، هم از خواهران ما و هم از برادران ما این مطلب خوبتر و بهتر درک میکنند. امروز روز محفل خوشی شماست مسئولین عزیز. آن حرفایی که شما را خسته بسازن ما به خاطر نمیگیم که شما امروز در طول 4 سال 4.5 سال یک جشن فراغت دارید، ما لحظه شما را خوش بسازیم. اگر نه در اینجا گپ‌های ما به خود دارم که اصلا در این محفل لازم و ضروری میدانم که باید گفته شود. و او دوست عزیز ما که نطاقی میکردن اونا فرمودند که محفل را سیاسی نسازیم. ما محفل سیاسی نمیسازیم، ما محفل علمی اکادمیک میسازیم. ما گپ‌های علمی اکادمی که باید در این محفل بگوییم. امروز از مادر پهنتون‌های افغانستان که عبارت از پهنتون کابل باشد مسئولین فارغ میشه، تقدیم جامعه میشه، یک مسئولیت بزرگ در برابرشان در این افغانستان خسته و ټوټه و پارچه قرار میگیره تا وطنش توسط چی آباد بکنند. اگر اقتصاد نباشه چی کرده میتونید؟ پایه و اساس زندگی بشری را اقتصاد تشکیل میده. مسئولین عزیز ما بهتر و خوبتر میفهمند. اول ما در اینجا باید از پهنتون کابل، از تمام پهنزه ها، از خود پهنزه اقتصاد بسیار استادای عزیز و محترم و گرامی خوده. استادای محترم کجاستند؟ امروز استادای اصیل حاصل 4 سال 5 سال تکلیف و زحمات خود تقدیم جامعه میکنه. اما پرسان کردم که جناب حلیمی صاحب رئیس پنزه اقتصاد کجاست؟ برای من دوستا گفتن که این رفته به خارج سفر داره، ما از او گیله نمیکنیم. اون خود از سفر است، دیگرها در کجاست؟ این یک مسئله داره. و شما را میگم که سر از زمین روز برش ارزش قائل شوید که یکی انسان است و دیگه وقت. بگوین برای ما که در افغانستان برای انسان به مثابه انسان کس ارزش قائل می شود؟ برای وقت کسی ارزش قائل است؟ وقت همین رقم می باشه که مرا ساعت 9 بجه 9:30 بجه خواستی در ساعت 11 بجه برنامه شروع نمیشه. جناب یادگاری صاحب
جناب یادگاری سے خود دیپلماسی کرد، بزرگوار است، استاد عزیز ماست، این گپ نگفت. در افغانستان ببینید بسیار خفه نشید، آزاده نشید، مسئله من استاد هستم، بسیار آزاد گپ میزنم. یک سر یک میوه را در بازار میخری، ارزشش چند است؟ این 200 روپیه 300 روپیه، ولی یک دانه مرمی را میخرم به 15 روپیه 20 روپیه. یک انسانی را که هیچ قیمت برش نداره، غیر ناگاهانه و غیر مسئول و بدون مسئولیت قرص در شقیقه و در سینهش میزنه میکشش. ارزش انسان همی است. این مسئولیت کیست؟ این مسئولیت نسل جوان است که باید به این مسئله جدی توجه بکنه. ما وقتی که میگیم که ما یک جامعه سالم داشته باشیم، برای جامعه سالم ما چی ضرورت داریم که داشته باشیم؟ ما باید انسان‌های آماده با ذهنیت آماده و سالم داشته باشیم تا جامعه سالم داشته باشیم و آگاهانه بتونیم یک جامعه سالم بسازیم. یک آدم بی‌سواد جامعه سالم میتونه ساخته؟ یک آدم بی‌سواد میتونه که بره یک معدن در کجاست بره کشف بکنه؟ من صمیمانه از شما خواهش هستم برای وقت ارزش بدین، برای انسان و انسانیت ارزش بدین. یادم آمد که من همین را با همراه شما شریک کنم. در سالهای 13 70 71 بود ما یک قطعه شعر را سرودم راجع به انسان. من همون را با شما شریک می‌سازم، شما در قبالش قضاوت بکنید. شعر است، عنوانش انسان. اگر خوبم، اگر نیستم، اگر بدنامم، اگر در آرزوها به این سرانجامم، اگر چون موج طوفانم و اگر آن ساحل آرامم، من این چنینم، هر کی هستم، هر چی هستم، عاشقم. اگر آدم همیشه هم صدای نسل آدم بود، کجا غم بود؟ بر رگهایم اگر خون محبت بیشگی کم بود، کجا کم بود؟ تو فریاد مرا، حرف مرا باور نمی کردی و من هم قصه چشم تو را باور نمی کردم. همین بود تا چنان شد، تا چنین شد. تا غم تو روی دوشم، روی قلبم خیلی سنگین شد. اگر از عشق، از یاری نمی گفتم، چی می گفتم؟ عشق را اگر باور نمی کردم، چی می کردم؟ من این چنینم، هر کی هستم، هر چی هستم، عاشقم، عاشق انسان. بیایید که با انسان محبت ببندید. بیایید که انسان را بدون در نظر داشته لسان و سمت و قوم و قبیله و این و آن دوست داشته باشید. کل معظمی خاک از امی وطن هستیم. امروز ما براتون میگم امی فامیل های شما که آمده امی جا، اما چی انتباه خواهد گرفتن؟ چی برداشت را خواهد کردن؟ من بسیار صمیمانه آرزومند هستم اگر کاش که در اینجا کسای حضور می داشت. امیال نه تنها که ما میگیم پانتون کابل، همینجا هیئت رهبری که در کابل زندگی میکنه از ارگانهای مختلف در همین جشن فراغت باید حضور می داشت. چرا نداره؟ چرا ما اینقدر بی تفاوت و بی اعتناستیم؟ کاش که اینجا رئیس معارف کابل وجود می داشت که من برش میگفتم که جناب رئیس، تو کیفیت در تحصیلات عالی بالا میبری یا در معارف؟ در خشت اول نهت معمار کج تا ثریا را و دیوار کج. باید کیفیت در معارف بالا بره که در طی 3 سال و 4 سال و 5 سال در تحصیلات عالی از کیفیت خوبی برخوردار باشه. امیال ما در بسیاری از مکاتب خود فقط روزگذرانی داره. اینجا ای کاش که میبودن که برشان میگفتم تا چه وقت در قبال این مسائل به تفاوت برخورد بکنیم. اگر این تفاوت‌های به تفاوت ما باشه، ما باید تقاضای از این را نداشته باشیم که ما یک افغانستان مرفه و سیال در منطقه و در جهان داشته باشیم. گپا و حرفا بسیار زیاد است. یک بار دیگه برای خواهرها، برای برادرها فراغتشان تبریک میگم، به فامیل هایشان تبریک میگم. همه تان خداوند با اتحاد، با اتفاق در نور ایمان داشته باشه. زنده باد چراغ علم و دانش و برافراشته باش علمش در افغانستان. تشکر از توضیح. د لوړو زده کړو وزارت له مسؤل ښاغلي سید محمد مل صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې د شعر تر څنګ یې هر اړخیزه او په زړه پورې وینا وکړه.
برایم گریه کن امشب که تنها امشبم با تو، برایم گریه کن فردا و جز یاد نخواهد بود. برایم گریه کن امشب که تنها امشبم با تو، برایم گریه کن فردا و جز یاد نخواهد بود.